Hey, what's up guys؟ چطورید؟ برعکس و برای با معرفت من خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با دلودات برتر. اینم اسم کلنمونه. میتونیم برداریم بیاریم داخل کلنمون. کلنمون بازه میتونیم بیاریم داخلش. ای بابا طرفدارم انقدر به من درخواست دارن. این دلودات برتر نیست، دلودات برتر از نظر منه، دلوداتی که من خیلی خوب باشه بگم. اصلا واقعا دارم بهتون میگم از این کلینگ شیش لعنتی استفاده نکنید. واقعا گانه اونچنان بافی نیست، میتیکش خیلی خوبه اما کلی بهتون میگم گانه بافی نیست. این SMG همیشه بافو برداریم. بهترین لودات سال داره همیشه. اینم از اتشمنتش. اینو درازه رو همیشه ترجیح میدم به خاطر اینکه هیپ فایر باش بهتره. اینجا هم اینجا فعلا چیزی نمیذاریم چون در جلوتر من یه چیزی یادم میاد که خیلی فشاری میشم. شما یه اتشمنت اصلا بر ندارین، هنوز بر ندارین. شما اینجا یادم میاد ایوا من گفت اینجا اپیکشو داشتم یادم رفت. اوکی اپیکشو برداشت. اپیکشو برداریم. کسی که نمیتونه با ردات بازی کنه بدون ردات بازی کنه خشاب بردارن ردات بزنن. بازم این دراز کلوف خانو میذاریم، بعد مانو رو میذاریم، اپتیک نمیذاریم، یوکی هم میذاریم بمونه. خشابش خوبه. این از اتشمنت فنک میتونیم در این سراغ خانه بعدی QXR اگه اشتباه نکنم چیه. این گان به نظر من مقابله میکنه فنک. این سیزن واقعا گان خوبیه. رو تست میکنیم این گان رو جلوتر نگران نباشید. گان بعدی X9 رند XXX AKE نمیدونم دیگه، همون من بشیم X. این گان واقعا خداونده، خیلی گان قویه، رنده میکنه. من همه علامتون گانه بعدی گانه M4 و از همه علامتون میگم کسی که نمیتونن بدون اپتیک همون ردات بازی کنن میتونن خشاب. اگه خشاب بچه این اولین گانه که من باش بلایی میدادم به ICR و دیارشون تنها گانه اپیکی بودن که من فکرم لیول 50 اینا داشتم. این گانه نقطه زنه، یعنی واقعا یه گانیه که لگد نمیگیم نداره، لگدش کمه. این هم اتشمنتش میتونیم بردارید. البته من اینجا یه چیزی تغییر میدم. یه مشکلی اینجا هست. نه این چون دستامش نمیخوره. اینجا اینو تغییر بدیم بهتره. من تغییر داده بودم یادم رفت. اتشمنت کیلو، یا اتشمنت این نازی، اتشمنت کلا گان نازی کیلو 141 گانه واقعا. این اتشمنت لوکاس برای اسم پلیرهای و لوکاس پلیرهای معروف خودمون. دیگی هم ازش ندارم، مجرم رنگ خود بازی بود. بابا طرف دارم انقدر به من درخواست داریم. من میدونم دوستم دارید. دیارش 3 شات، یعنی این گون آدم رو میکشه. آدم این دوست رو خط نمیدم اصلا، خطگیری رو میندازه تو قلب آدم این دوست رو باشه اسکوپ بگیره، یا اصلا انمی هم تو بازی نباشه این دوست رو باشه اسکوپ بگیری. نمیدونم چرا. و گانه بعدی گانه تایپ 19 گانه مورد علاقه من داخل این سیزن واقعا. رنج دور، رنج نزدیک، هیپ فایر بدون ردات، با ردات، همه جوره. این هم اتشمنت DLQ. کسایی که حتما باید با این خشاب انفجاری بله بدن خشاب انفجاری بردارم. واقعا درکتون نمیکنم چیه واقعا فریز میکنه آدم. اتشمنت بعدی این اتشمنت چیزم بهتون بدم، الابیلیتی ریتمون رو. واقعا اسنایپ خوبی، 3 سیزنه که اسنایپ خوبی شده تون را. گان همیشه باف BP50، یعنی از سیزن 6 2024 که اومد BP50 واقعا همیشه بهترین گان بود. گان برتر، شادگان برتر مولتی کیارم. اینجا HS'م کیارم هم هیپ فایرش خوبه، هم اسکوپ و رنج دورش خوبه. کیارم باز بتله بود. نه
من کیارم داخل بتل نیستم، اما کیارم داخل مولتی، داخل بتل فقط اچس. حالا من اومدم با این روی ماه اورنده که یکم اون رو صحبت کنم. بچه ها یه چندان مشتری بین من رفیقم آریانه، رفیق صمیمی که بعد تولد با هم بودیم و اینکه بهترین رفیقمه. داخل پروفایل چنلم میتونیم ببینیمش. ما یه کلن داریم، خودم لیدر کلنشم، تست کلن میگیریم. تسترمون خود رفیقم آریانه، البته تستر اسنایپ پسر داینه. خودم تست نمیگیرم، خودم ترجیح میدم اسپکت باشم بازی طرف رو ببینم. اون رو ماهت برم یه ساب بزن دیگه، یه لایک بزن دیگه. دوست داری بیار این کلنمونم خودت بیاد داخلش. حالا من به دست فرن میدم، تست ازت میگیرم، اگه بد بوده کیکت میکنم. نه شوخی میکنم، همتون عشقای دل منید و جا دارید توی قلب من. حالا توی اون سامم بزن دیگه. بابا طرف دارم به خدا، منم بابا تشویقم نکنید انقدر، منم دوستتون. نه در حسنید به منم دوستتون دارم به خدا. روز من شما همو میبینیم. خب این کیارم واقعا کیارم آشغالیه. من با این کیارم داخل چیز پلی دادم گوشی پسر خانم و واقعا کیارم آشغالیه. یعنی کیارم ترجیح میدم واقعا با کیارم بدون اتچمنت بازی کنم، ولی با اون کیارم اپیک بازی نکنم. اپیک داخل آلکا بهت میده اون اتچمنت. خدا ونزه. آقا لطفا ساب کنید، لایک کنید. من میخوام اگه درآمدی داخل یوتیوب برسم، دلیلش الان بهتون میگم. من تا الان نزدیک 10K بگیم کلی 11K سیپی خورده اکانتم. من یه دوستی دارم به نام اسمشو نمیگم، یه دوستی دارم و اینکه این دوست من اومد ریجن منو کرد ایران. ریجن منو کرد ایران و من با 10K سیپی نتونستم گوسمتیک رو بگیرم. ریجن من بود، یعنی میتونستم نصفش آپگرید کنم با 10K. واقعا بعضی از رفیقا آدمای حسودیه. مثلا فکر کن با تمام زبونی که بعد یارو میگه آقا من ریجنم هم بود، این از 10 تا شروع میشد گردونم، الان چرا باید 50 تا شروع شروع خودش که با پول من یه دونه بی‌فرد رفت. من سیپی گرفتم واسه خودم و ایشون اومده چون من نتونستم سیپی رو برای خودم برسونم، اومده داخل گوشی من رمز اکانت منو برداشت، رمز اکانت خود سیپی رو واسه خودش واریز کرده و اینجوری شد که با پول من یه دونه پنجه گرفت. یه دونه داخل سیزن 6 اومده بود، سیزن 6 2024 پی پی همین پی پی اچ چیه یادم رفت اسمشو، SMG که 80 تا تیر داره. یه دونه اسکینم تقریبا کره شکل ماننده صورتی رنگ داشت، اونو گرفت. آره 10 کسی بیام ازم کش رفت، نصف بیوندش آپگرید کرد. آره دیگه حرف ندارم واقعا در مورد اینجور دوستایی که تا میبینن داری موفق میشی، میخوام موفقیت تا ازت بگیرن و نذارن به اون چیزی که خودشون هستن تو برسی. واقعا اینجور آدم ها باشم نمیاد و باشم نمی کنم. من همین دیگه رفیقات من اون شخص تموم شد و حالا برای دوئل باش بزنم و خیلی بهشون باختم، ولی رفتم مثلا لول 80 به بعد دیگه هم پلی نداریم. رفتم انقدر تلاش کردم که انقدر قویشم، انقدر بتونم داخل اسناک خوب بشم. کلن که این هم از این اتشمنت گرن نمیدونم من بشیم گرن بگیرید بریم سراغ تست کردن اتشمنت ها. حالا دوباره باتون حرف میزنم، یه ویدیو میخوام بذارم کلن حرف بزنم. بریم اتشمنت ها رو تست کنیم.
واقعا الان مغزم داره درس بخورن. اکی دارم شروع میکنیم میریم سراغ دمیج دادنش. دمیجشو میبینید هد 210 218 میکنیمش 5 متر که از سلطان. آروم بکن 10 متر چون نمیری بیاد زب. آها رفت. اینجا میبینیم 175 دمیج میده. آقا از 10 متر تا 13 میدیم وان شات رو ببینیم. وان شات ادباد فقط گلوم اینجوری شده. منطقه تا یک شاب دارم ویدیو میگیرم. از این فاصله دو شده اما از این فاصله وان شات چون نیستی دادم چرا دو شد شد. خب بیا زب بال بنگ شد. والا پیک اف ام جی هم اصلا پیک جوابی نیست. من تا الان هر چقدر اف ام جی امتحان کردم جواب این اسنایپ معمولی بدون پیک اف ام جی بهتر بود از پیک اف ام جی. کارم بلش کن به خودمون حفظ داریم. چطوره به جای این کارا اتش پیک کیارم رو ببینیم. اتشون به این نابی ترد بیاد نچیش واقعا اون ناموسانی با عنوان LMG پلیری که قبلا LMG پلیر بودم. یعنی من سال فکرم 2017 بازی من 8 سالم بود بازی میکردم. یه تبلت داشتم یه تبلت سامسونگ قدیمی تبلت پاره داشتم که اون پلی میدادم. آیتش من تمام میدم بهتون نداشتم که این کلت دوتاییو که من 8 سالگی پلی میدم. یعنی سیزن یکی هم از زمان آرژنالیم کلاس خطی برقی و اینا بودم. یادشم به جای آرمور آمپول بود. مثلا هواپیما همون الان نمیبینی هواپیما سوره مسی و تمپلا نگیشه هواپیما اصلا یه طور عجیبی بودن. 4 گوش بودن مربع شکل بودن واقعا. این که آقا اینم از این اتش خوبیه که واقعا الان ساعت یکی شب دارم ویدیو میگیرم. والبنگش هم اوکیه. میبینید واقعا اتشمنت نازیه. 4 شات 1 2 3 اتشمنت 4 شات. حفظم گرفت نمورد نایفش کرد. آبا ستینگ هنده مینم سراغ اتشمنت بعدی. اتشمنت لوکاس آن شد. آقا دارم بکنم لوکاس از اون جایی که نباید به پایین چیز کلی وانشات نمیکنه دمیجه. اینکه آره کسا آخه واقعا دیدم کسی اینو دارم میگم به خاطر چون واقعا کسی دیدم که اینجوری نه برای کسی که میگن واقعا مثلا میگیم سرشن سفاری رنج ولی میدونم وانشون خوب آقا میخواد در دو کمپونی بزنی پشت خورد دیل بکش. نه که دیل خانه بده یا راشنه اما دیل خانه خوبیه برای راشنه. اگر بخواید فقط کمپونی از دور بزنی هر رو برو دیل بکش. یا مثلا برو گامی هم رفت اسمشو اکتی AMR همچین چیزی. آره همچین چیزی بود. اینم از اتشمنت فنه اونو برو بکش. اینم از اتشمنت ناوی فنه SMG همیشه با 27 29 40 کجا بودیم؟ آها بوکسی اوکی این تو همین راحتی و ساده وان شات میکنه. اتشمنت خوبیه اتشمنت فنک. ما دارم خودمونو میکشیم به دستم بریم دیگه.
آقا داخل اولی اودن من دست رو گرفتم. این فور نقطه زنی که بهتون میگفتم نقطه زنی نمیکنه بابا. ای خدایی شک واقعا خمیازم بیکم کم نداشتم نقطه زن از دور چه ای فایری میزنه واقعا. بریم اینجا هم تستش کنیم نکشیم. 27 30 29 با یه خشاب 3 نفر رو میزن کمه. مشکل داریم اینا. یعنی چیز کیلو همه چی تمامه. خشاب زیاد بدون لگد. یه اتشمنت چیزم بهتون میدم جلوتر انفجاری ها. گیرم باید یه نفر رو با این بزنم. باید بزنم من میتوانم. بمیر میتوانم. من میتونم آتسونه است. کیلو بایی اونه همه چی تمامه. پرخشاب کم صدا بدون لگد داخل بطل داخل مولتی. اونو بیشتر رفاقت رقابتی که باید رفاقت باید نقطه زن طبیب بدون لگد. این سوال کنه بدزی یعنی DRH آره دیارش. آقای دیارش اصلا آدم رو مولی میکنه. آدم نمیدونم چیه اسمی چیه تو اسکوپش آدم این دوست رو باشه اسکوپ بگیره باشه خط بگیره. آقای ایگان 3 شاته و 3 تا شات میزن. ببینیم اینجا یکی 2 تا 3 تا یکی یعنی 2 تا تیر داریم. یکی 2 تا هر 2 تاش بهش میخوره گانه تیر بعدی 3 تا یکی 2 تا 3 تا یکی 2 تا 3 تا یکی 2 تا 3 تا شات دیگه. اصلا واقعا دیارش هم میگانه خیلی خوبه بدون لگد. دیارش کنه که کلا میدونه اتشمنت هم لگد نداره. میدونه سراغ اتشمنت بعدی بی پی هنجور بدم بتون یا ایکس 9 کنه رنده کن. بهترین کانه این سیزنه به خدای ایکس 9 رنده میکنه. با یه خشاب میتونه راحت 4-5 نفر رو بزنه در رنج نزدیک. رنج دوش فرق نداره. رنج دو سختره اما اصلا یک مانه ایکس 9 حالا من بشه تیارش نمیدونم سی ایکس خط فاصله 9 همچین چیزی فلان نمیدی که شما شکل شمایلش بفهمید. با اتشمنتش هم خود میزنیم 40 متر لگد میگیره یک کم ولی باز کارشون میکن. شما یک کم بتونید روی کنترل لگد داشته باشین کارشون میکن. بعد هر چقدر بابا گونه همه چی تموم این نیستن. واقعا گونه خوبیه بچه ها. خیلی دوستش دارم. میرم سراغ اتشمنت بعضی ببینم اینم یه گان همه چی تمامه. این گان واقعا برای 5 بتک 3 بتک از ما داشتیم کلن رو میزدیم سر لیدر کلنی دعوا بود بیگه کی لیدر کلن شد چیکار کردیم من که همه تون بله بسرم اینه بچه ها. اون موقع کلا 3 نفر من رفیقم آریان رفیقم هانا رفیقم آلیا. یعنی میتونم بگم داداشم و 2 تا خواهرام. ما این بی پنجامشون بله دادم و ترکاندمشون و از اون روز بعد دیگه من اجازه نمیدم توی دوئل بی پنجامو بکشم. این چیز خوبی نیست اما بازم تو دوئل میزنمشون. البته یه زمانی چیز کم میکرد رفیقم آلیا کم میکرد. یعنی اصلا فقط 200 لول رو با کم باید بالا. یعنی من کمپ ترک کمپ بردمش کمپ ترک کمپ میدونی اصلا این هم از تایپ موزه این هم همه چی تمومه این سیزن.
این سراغ رف میدیم و میریم یه دستا فیل فورال میزنیم با فلک نسل جدید. رپ هست مثلا به مشکی میگم پیش روی نسل جدید. بابا طرفدار دارم چقدر منه ایو. آقا بریم چیکار کنیم از فیل فورال شیپمنت بالا میدیم که فلک هم بهتون نشون بدم. فلک نسل جدید QR X همچنین چه QXR اسمش QXR واقعا انگان خوبیه. حتی شده تا این کلت هم بریم بیرون. حتی شده پیستولایی هم که دارم بریم بیرون بدمیدم. پیستولو دیگه همون واقعا این کار رنده میکنه. شما باید سلام ببخشید واقعا به خاطر اینجوری بودنش. من اصلا از اینا نیستم که آره بیب نمیدونم نه اون سلام گرفته واقعا علاقه ندارم. این صدای منه و الان چون خستم صدای اینجوری شده و این مشکل من نیست. بذارم سعی کنم صدام درست کنم بسازم. این وسط رو خش گرفت ببخشید. اوکی اینم از این اتشنت فنک نسل جدید. چرا این گانه چیزا برمونه فینیش واقعا جا اتفاق خفنی افتاد. همزمان ما هم افتادیم. بابا نکشین این گانه بعد بوسه شات میزنی میکشه. من میگم تو کالف باشه بزاره میشه. آقا مثلا تو رو بود تیپایه تو رو بود اسکوپ اصلا بگو شلواری اصلا آفتی شد میزنه واقعا همجوره میزنه. حالا رنده کن فنه که رسته جایی داریم برارمون همین قانون گفتم داشتم با پول من دست بجنده شده. واقعا هم قانون خوبیه. واقعا این چیه دسته این بات ها این دارم بریم بیرون مثل بابا صدام نباید اینجوری بشه و صدام نمیتونم خش داره. یه آب باید بزنم شما علاقه ندارم بیبی. آخه من اسپانیایی من فهمیدیم موضوع رو. اصلا آخرین کلم رو فینیشر هم کنم ای پا بدم برادران ای فینیشر هم بزنیم. فینیشر هم کردم بیبی. من خیلی قویم من آقای بیبی گوشه پیرستم بیبی. میدونی چی میگم چرا پسرو چرا منو رو سر خودت خب بدون تعداد بدون اروق مونده بزن دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لایکمون کردن چرا من طرفدار دارم بیب میدونی. واسه که دوستتون دارم برای اتشمنت این پیستول میستول دارم بهتون بدم. وی چه پیری افتاده روش درستش کنم. کو این بینامیوس کجای بیبم به کمت کردم تونستم پیداست کنم بیبی باسم من. اوکی این هم از اتشمنت این یارو تیرکمونه یه اتشمنت انفجاری بیب میدونی یه اتشمنت منفجر میکنه. این هم از اتشمنت این کلز بیبی باستم من خیلی دارم. خلاصه بچه خیلی دوستتون دارم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که همراه منید. مرسی که دنبالتون چطور ویدیو رو با این دوف یعنی با این سیگما علی تمام کنیم.
الله دوستتون دارم، واقعا عاشقتونم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید و کمکم کنید که برم بالا. فعلا خدا نگهدار. بهتره بگم